همه ما دریچه‌ای هستیم که از پشت اون کائنات به خود نگاه میکنه. به ما یاد دادن که از مرگ بترسیم. انگار که آخر خطه و بعد از اون دیگه خبری نیست. آری، هر از چند گاه میبایست خاموش بشی تا بدونی که روشنی. متوجه نیستیم که هر یک از ما گردش فلکه و فعلا داره در این قالب بازی میکنه. دنیای بیرون امتداد بدن شماست. چنانچه به طور زنده لمس نکنید که اساساً شما خود گردش فلکید، هیچ لذت واقعی از زندگی نمیبرید و تنها یک مشت دلهره آمیخته با احساس گناهید. ما وقتی بچه‌ها رو به این دنیا میاریم، به جای اینکه به اونها بگیم سلام، به نسل بشر خوش اومدی، بازی‌های هولناکی با اونها انجام میدیم. ببین عزیزم، بازی‌های ما خیلی پیچیده است و اینم قوانینشه. باید رنج بکشی